اگر فکر میکنی همه برندهای ساعت زیر مجموعه شرکت‌های بزرگ هستند، این ویدیو غافلگیرت میکنه. اوریس یکی از معدود برندهای سوئیسیه که هنوز مستقل مونده. همین موضوع و دلیل باعث شده که بین کلکسیونرها هنوز محبوب باشه. اوریس در سال 1904 در سوئیس تأسیس شد و از همون ابتدا تمرکزش روی ساخت ساعت‌های مکانیکی بود. برخلاف خیلی از برندهای معروف و محبوب جهان که زیر مجموعه یک سری هلدینگ ها هستند، اوریس هنوز یک برند مستقله. فلسفه این برند ساده است: ساخت ساعت‌های مکانیکی با کیفیت بالا و بدون هزینه اضافی بابت نام برند. به همین دلیل مدل‌های معروفی مثل بیگ کراون، پرو پایلت و اوکویس ارزش بسیار بالایی بین علاقه‌مندان ساعت دارند. اگر قصد خرید اولین ساعت سوئیسی مکانیکی خود رو دارید، اوریس میتونه یکی از بهترین انتخاب‌ها باشه. اگر دوست داری مدل‌های مختلف اوریس رو بیشتر بشناسی، حتما پیج ما رو دنبال کن.